مرا مادر مرا کمک نه. رحیم پروداکشن. سلام علیکم دوستان هواداران کانال رحیم پروداکشن. اینک مادرخانه یکی از مادرای معیوب و یکی از فرزندای معیوب، یکی از شوهر معیوب این عائله قرار داریم و امیدوارم که هر یکی شما نوار ما رو تا آخر تماشا میکنید و کمک خود رو به خاطر این مادر عزیز، این دو درچه عزیزی ما که یکی از معیوب ها است که راه گشته نمیتونه، ما در نوار برای شما ایشان داریم. دوستان عزیز ما خواهش کردن که کمی هم باشه کمک خود رو دریغ نداریم و میگذاریم قسمت سوال جواب را با مادر عزیز و از زندگی که تا امروز چی عذاب و چی درد چی مشقتی که در زندگی داشت با هر یکی ما و شما قصه میکند. بیان کردن این قصه با ما وابستگی داره که دوستان عزیز باید ما سرجم همه با این مادر و این طفل نازنین کمی هم باشد کمک خود را دریغ نداریم، چون که با کمک ما و شما این مادر عزیز، این طفل نازنین محتاج است. و مادر نازنین اول سلام خود رو به شما میرسانم و چی سبب شد که شما همین حال در گرفتار شدید؟ نمیدونم، خود بودم کسی رو که سوال میدادم با اویلم پدر مادرم به من چی شد نفتم که در کودکی غلط دی. آخه چگونه غلط دیدم نمیدونم، چون که من اون وقت یک ساله بودم. همون وقت 6 سال مرا در بایمسه خوابوندن. فقط تبابتی که پوچم زد، مامام ترسیده. وقت پوچم شکسته مامام ترسیده بجا کده پوچم روژه پوسیده. به حالتی اومده که با سر روم ورم انداختم. بعد پدرم زنگ زده گفته است که رفواد همین گونه حالت گرفتار شده، چیکار کنه؟ اومده پدرم مرا به بایمسه بردن. اما مرا 6 سال تبابت کردم، فقط که زردای پوچم رو تازه کردن، استخوان‌هایی که شکستن در اون مثل گپ زانو شکستگی باید تازه کردن. 6 سال دوام دادی. همین تبابتی ما 6 سال هم بایمسه دوام داد. در چند سالگیتون شما 1 سالگی سبب غلط دیدنتون در چی بود؟ نامعلوم، هیچ کس انیق نمیگم، میگن که فقط غلط دی. در خانه اومد بودی غلط دی، نمیگن که چی کار شدگی. سبب اساسی که واقعی که نسبت شما تو حاضر رنج میکشین این پوچه خون سیری خودش مخفی یعنی با شما تو حاضر یکون کسی یکون جواب انیق دادگی نیست. نه مثل من اوجه به عقل شدم که اونجا وقت جنگ سرش 6 سال 2092 سال ما رو جواب دادم، چون که جنگ سر شد ما رو از اونجا مجبوری جواب دادن که گرفته بریمون دیگه ایلوج نداریم. ای بلدیسه؟ ها گریزه که شد همه گریختن، ما رو مجبور جواب دادن. خونه آمدیم در بین 6 سال گذشت پدرم اویله دیون گرفتن. با کدام سبب؟ سببی که مادرم کسل روحی داشتن از همون خاطر که جدا شدن نه جدا نشدن، مثل گفت کسل روحی که داشت ما رو نگاه بین کردن نمیتونه گفته. از همین خاطر پدرم اویله دیون گرفتن. اویله دیون با من شب شد به خاطری که پدرم چقدر با من مهربان بود. پدرم فقط به من نوازش میکرد، مادرم بخیلی میکرد. این چیزی به من یکم دوست داری میکرد، آیا به من کمک میرسون، یکم چی میخرید تو به این خرید کردی، گفته جنگ میشی. از روی ما رو سور میکردم. بعضی جای شد که میگفت که یا من یا رفاعت. گفته پدرم روزی شد من رو از خانه پیش کرد، گفت من دیگه ایلوج ندارم، تو رو گیرم 4 فرزندم از اون زنم میماند. من تو نیمی راه رفتم، پدرم از گپی گفتهش پشیمون شد و من رو برگردم. از من بخشش پرسید، من رو ببخش، من رو این زنه دیوونه کرده است، چیکار کردن نمیدونم. همین که ما با مویندرم 6 سال زندگی کردیم، عذاب میکشدم، چون که هر سال پاچم میغلطید و میشکست. هر سال همین عذاب زمستان داشت و موند. پدرم میگفت که من بطه خونه سکسی میخرم که چون که تو هر سال میغلطی پاچت میشکم عذاب میکشه، عذاب نکشی. گفتم من بطه سکسی میخرم تو به این خونه میخری. گفته غاغو میبرداشت، مثل گفت دست خون شتن میشتیم. یکم گپی میگفت که تحصیل میکردم
از همین خاطر نه خودخریت هم میدونی سینه چی فقط جنگ بود در خونه فقط ایروی ما جنگ بود که تو فقط ایده خونه خریدنی تو فقط ایره یردم میکنی فکری گودکات رو نمیکنی ما مایت 4 فرزند دارم گفته فقط جنگ میکرد روزی با پدرم در شتگیدیم در خونه خودم تنها شتگیدم نمیدونستم مادرم در خونه درون است پدرم شدی کدام اومد گفت رفا جان تبریک من رو نوازش گرفت در گرد خونه تاب داد مادرم برو من گفت چی گپ است که گفت که هیچی گفت من فهمیدم که تو خونه رو به من این گذاشتی اما مادرم قوای کلام برداشت و همون وقتم پوچم شکستگی بود مادرم معلمه بودن دوزنده بودن سحر می اومدم بگه می در اومدم کودکای را نگاه بین میکردم اما روز پدرم تاکسی میزد با کار رفته بود بگه عصر بود مادرم اومد ما پوچم ورم کرده که کودک در پیشم اومد ای دستم گرفت زمستون خونه که ای دستم کشوله کرده گرفت در بیرون فرید که در کلیدو فرید که خبره هم درد سر دایمی ایروی جنگو ایروی تای گفته مرا گرفته پرتو که در پیش پای پدرم غلطیدم مرا پدرم برداشت و گفت که من نمیدونم چیکار کنم تو را کجا برام چه خیلی کنم ای دستوی زنه برم ای 4 کودک میمونه ای تو را کجا کنم تو مرا بگو که من چیکار کنم تو مرا بگو همیگه فقط میفهم بعد ناعلاج فقط چند روز بعد پدرم ما رو زندگی رو از بین جدا کرد مثلا ما 4 دختر دیم و اوچه ما به خانه مادرشون آوردم مونده ما 4 دختر دیم از مادرم هم 4 فرزند داشت از پدرم او منو جدا کردم در یک خونه زندگی میکردیم او منو جدا بودن مادرتون در خونه بیبیتون بودن؟ همراه شما بوده؟ نه با من هم چون که باید کسل روی تست کسل میشد ما رو نگاه بین کردن نمیتونید ما رو فقط پدرم مثل گفت سرزنش میکردن تربیه میداد همش رو پدرم کمک چون که مادرم بیمار بود از همین خاطر ما پدرم مجبور شد اویله دار شد اویله دیون گرفت در سن چند سالگیتون بعد اویله شما یعنی شما اویله دار شدین؟ در سن 17 سالگی چی سبب شد؟ شوهر شما شناسایی بدین یا؟ نه شناسایی نبودیم همین پدرم به صدمه دچار شد مادرم قصه کرد که با من در کار نیستی برای من درد سری بگه آقا بسیار برداشت گفت که تو دردی سری مثال گفت تو رو خوندن و پشوندن در کار تو در یک جو مکتب نخوندی تو کار کردن نتونی که من بنابر همه کارهای خونه رو میکردم تنها با همیش میخسته نمیکرد که تو دردی سری تو دایی مرا هیچ کو کردن میتونی تو آوردن نمیتونی تو دردی سری گفتم بعدی چیلوتا ما گرفتن اپام گرفت خونش گفت که خرقتی من بی که مثل با اینه پیدا شدن اسقالی اومدن در بین 6 ماه گذشت که خجایینا مثل گپ زنگیر شدن و گفتگوی مادرشون روی کردن که با من یکم زن دهید بسرا ما رو یفتن به همین خاطر اولادونم خشماندونم ریزو شدن که خوبترش ایدر بدر گشتن و همین خونه دارش کنیم عذاب نکشد که به همین هم خیلی در قسمت هم فرزندی معیب کردم سربار شد روز تا روز که وزمین شد باید سلامتی خونم سلامتی خونم نسول گفت دیگر نتونستم زورم اومد است مجبور شدم فرزند شما را مایوش چی حساب گفتن؟ حساب شما حساب شوهرتون؟ نه تراما داره گفتن از همین خاطر خیلی تبابت کردم همین قش دیگه نسول گفت حوزی میگم فلان جدا با این سر همونجا بریم میرم نرخ نوشم میفهم زورم نمیرسه برای دورایی که برای سازشوی فرزند شما دکترها یکان چی پیشنهاد کردن که این ساز میشه مثلا یکان تمام‌آور؟ گفتم اما ما شرایط نداشتیم پولی کلام گفتن
ما شرایط نداشتیم خیلی چنش کردم کم کردم خشتم رو یردم کردیم شد همین قشی دیگه گفتم خیلی تا آخیره میکرده گودک سوز میشید نکردیم هم فرچش گفت که 30% شده گفت خیلی عیبی خودم که خودم تبابت نکردیم چون که شرایط نداشتم برایم نکردم شد اگر حوزی هم شرایط برای شما پیشنهاد شود سوز شوی فرزند شما 50% بالاتر گارانتی دارد که برای سوز شدنش ای 50 بابا نکو تا 50 رو ممکنه ما را گفتن که تا 50% زیاد تا 50% میشود حضورش تا 30% همین قد تبابت کردم 30% شدگه تمام دوستان عزیز عذاب مادر عزیز دیدن که چی روزهای چی عذابای را ای پشتی یک ماینده ای پشتی خانه ویرانی که نسبتی که مادرش به همین کسل دوچار بود کشدگی بالایی که قدر عذاب خودش و شکرانه آن میکنیم که صاحب اویلج و صاحب یک فرزند نازنین هرچند که راه گشته هم نتونه گپ زدن میتوند و دیدن که چه خیلی مینویسد امیدوارم که هر یک شما با دستگیری اهل مردم تاجیک با دستگیری تمام کلی مسلمانان ما باوری کامل دارم که شما دستگیری میکنید هرچند اگر که 100% هم سوز نشود 50% هم شود همین در قامت خودش راست بیستم ما شکر میکنیم و از همه شما امیدوار میشویم که انشالله کمک خود رو دریغ نمیدارید و مادر عزیز یک کارتا به نام اختان گرفتگی مادر جان همین به نام عبدالله و رفاعت همین کارتا به نام شماه نه دوستان عزیز این کارتا نه کیسه ما میروه نه کیسه شوهر همین اپای رفاعت میروه فقط برای سلامتی خودش نگاه کنید که پوچش بچه ها افتادگی و فرزند نازنین نگاه کنید برای این قدر ما کد کارتا را برای شما میخوانم دوستان عزیز کسانی که کمک کردنی با نام کارتا کمک خود را دریغ ندارن دوستان عزیز از سببی که ما یگان نفر نیافتیم سپیر بانک کارتای مسکو بگیریم با این خاطر ای بانکی اسخطا بانکی تاجیکستان بانکی اسخطا کارتا گرفتن از من کوچه برای شما گام میزنم 63 74 60 00 00 00 74 37 434 با نام اپای رفاعت همین کارتا التماس کمک خود را دریغ ندارد و اینچنین مادر عزیز رفته توموگرافی کرده بودن با نزدیکی پاچه اختیار با این روزهای نزدیک باید با جراحی کنند دوستان عزیز اگر امکانیت باشد کمک خود را دریغ ندارید و چی گفتن با اون نفرانی که برای شما و برای فرزند نازنین شما کمک میکنند اپای عزیز گفتنیم که اگر امکانیتش باشد کمک کنید که من سالگرد جراحی خودم را پوچم را جراحی کردن در کره و خاطر مبلغ در کره مجبور شدم از مجبوری که این سالگرد به من کمک کنین هم خدمت تبابت کنم و هم فرزندم رو چون که بابا انسا میبرم پلی کوان میگم من شرایط ندارم شما برای تبابت پای های خودتون یکان چی دیگه گفتگی هستن دکتر برای سوز شویش نمی اخرام باری رفتیم اینجا گفتن میشه آخ مبلغ کلام در کره فقط پول در کره پلی کلام در کره که پوچهش ما پرابلیمش بسیار کلتایی بده و همی خاطر گفتم پلی زیاد در کره که حاضر هیچی گفتن میتونیم چون که حال شما شرایط ندارین خیلی بینین کشید ما پوچهتون البته که دیده میبریم مثل گپ جراحی میکنیم نه دوستان عزیز به کسانی که از نزدیکای شهر وحدت هم دوستان عزیز اپای رفاعت و دودرچه عزیز ما در شهر وحدت قرار دارند میتوانید که این در نمره که زیر ویدیو در هسته زنگ زنین هرچند که کدامید که مثال مگزینچی خوراکی یک خوبچه برنج چی کمکی باشه فرق نداره از برای الله که در آخرت هر یک خیر ما برای ما بهترین چیزی میشه که ما را به بهشت خداوند میبره دوستان عزیز چی که باشه نباشه دست یاری خودتون رو دریغ ندارین دوستان عزیز این مادر عزیزم هیچگاه نمیخواست به این چنین در دوچار شود فرزند نازنینش دوستان عزیز کسانی که فرزند دارین کسانی که زندگی خوب دارین و کسانی که در عذاب میدونن که حالی معیوب چه خیلی عذاب داره و با چنین فرزندی که هیله در برای کسی که خودش میشینه مثال راه میگرده تماما راه گردش غیر امکانه حاضی فقط در برای کسی که میشینه مثال میروه با 8 نفرانی معلم هایی که میانن درسش میتن در خانه درس میگیرن
ها درس میگیره. رایگونه یا مبلغ خطی؟ نه رایگونه. رایگونه یا؟ نه دوستان عزیز، خیلی کسانی که یاردم کردنین در ندارن یاردم اختر دوستان عزیز و یکون دعا میتی و کلی آن نفرانی که اپا جان عزیز شما را انشاءالله که کمک میکنند. خداوند در کجایی باشد همیشه نگهبانتون باشد. هزار رحمت هزار رحمتی کلام. چون که شما با نوار ما رو تماشا میکنید با من کمک کرده توانید اگر خداوند نگهبان شما باشه. تو چی گفتنی دادر جان عزیز من؟ نفرهایی که تو در کمک میکنن رحمت چون میگوی؟ ایشون ما باور دارم هر یک کدوم تو کمک میکنین به خاطر انم شیر بچه، به خاطر انم شیر بچه که پگه برای مادر برای پدر عزیز در کارای خدا نگهبان دوستان عزیز هیچگاه خیر رو فراموش نکنین در پناه الله.